سلام دوستای قشنگم، حال دلتون چطوره؟ امروز میخوایم با فقط 4 قلم مواد یه دسر خیلی خوشمزه درست کنیم. نشاسته ذرت، شکر، پودر کاکائو و شیر. بریم که این دسر خیلی خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. خب اول از همه نیاز داریم به 2 لیوان شیر. این که شیرمون سرد باشه یا ولرم خیلی فرق نمیکنه. 2 لیوان شیر رو میریزیم داخل یک کاسه و نیاز داریم به 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو. اگه پودر کاکائوتون از این تیره ها باشه، خب دسرتون هم تیره تر و خوش رنگ تر میشه. 2 قاشق پودر کاکائو رو هم اضافه میکنیم. من یادم رفت اینجا فیلم بگیرم براتون، من شکر رو اضافه کردم ولی فیلم نگرفتم. شما حتما 5 قاشق غذاخوری شکر اضافه کنید و 5 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت. همه مواد رو با هم دیگه مخلوط کنید و هم بزنید تا قشنگ اون دوندونا باز بشه. اگرم باز نشد اشکالی نداره، روی گاز که بذاریم باز میشه. بچه‌ها هر قالبی که دوست داریم میتونید انتخاب کنیم. من قالبم یه قالب نسبتا کوچیک بود، با اسپری روغن زدم و کامل همه جای قالب رو باید روغن بگیره که یه وقت دسرتون نچسبه و خراب نشه. خب قالبتون رو که حسابی روغن زدیم بذارین کنار، اون مواد رو بریزین داخل یه قابلمه، بذارین روی گاز و مداوم هم بزنید تا به این غلظت برسه. وقتی که در این حد غلیظ شد دیگه شما میتونید زیرش رو خاموش کنید و مواد رو بریزین داخل قالبتون. میتونین بذارین یه کوچولو خنک بشه بعد بریزین، ولی ممکنه روش لایه ببنده و دیگه یه دسر خوشبافت و یک دست نداشته باشیم و اون لایه قاطی میشه با کل دسر و این بافت مرتبش رو دیگه نخواهد داشت. برای همین من داغ ریختم داخل قالب، یه 2 تا ضربه اینجوری هم زدم که دیگه قشنگ همشون برن پایین و دیگه میره توی یخچال برای 2-3 ساعت تا آماده بشه. نوش جونتون.